بهوش اومد. دکتر بهوش اومد. اگه نور رو حسش میکنی آروم دست منو فشار بده. آروم عزیزم. خب وضعیتش بد نیست خانم. من کجام؟ چی شده؟ بعد 4 سال از کاما بیرون اومدی. داشتی میرفتی استادیوم بازی رو ببینی. شب دربی بود. ماشین بهت زد. یادت میاد؟ دربی؟ دکتر دربی بود؟ آره دربی بود عزیزم. چی شد؟ از اون موقع تا الان که 10 تا دربی برگزار شده. اتفاقا همین 1-2 ساعت پیش آخریش تموم شد. دوباره چی شد؟ با گل کنعانی‌زادگان یکیش تموم شد. خدا رو شکر. نه عزیزم برای پرسپولیس به نفع پرسپولیس تموم شد. خانم کنعانی‌زادگان مگه استقلال نبود؟ نه اومده پرسپولیس. خب چی شد؟ چی جوری گل زد؟ یه صحنه مشکوک آخر بازی تو 18 قدم اتفاق افتاد که رفت وار. داورم پنالتی گرفت. وار؟ آره ما وار مگه اومده تو ایران؟ آره از وقتی آقای پزشکیان رئیس جمهور شده وارم آوردن که بگن اوضاع داره بهتر میشه. رئیس جو خانم مگه سال دیگه انتخابات نیست؟ آروم باش عزیزم آروم باش. الان به این چیزا فکر نکن. اینو برات خوب نیست. ممکنه دچار حمله عصبی بشی. دکتر از دربی بگو. چی بگم عزیزم؟ خانم وزیر تو دولت جدیدم پرسپولیسیه. داوربازی رو براشون در آورد. نه واقعا خطا روی سعید مهری اتفاق افتاد. خانم سعید مهری تو تیم ما نبود مگه؟ نه اومده پرسپولیس عزیزم جدیدن. خانم کنعانی‌زادگانم که میگن اومده پرسپولیس پس کی پاشو زد؟ رامین رضاییان عزیزم. بعد میگه وزیر پرسپولیسی نیست. بازیکن خودشون پای بازیکن خودشون رو زده پنالتی گرفتن. نه رامین هم اومده استقلال. رامین رضاییان اومده استقلال. آره سعید مهری رفته پرسپولیس. آره. کنعانی‌زادگان رفته پرسپولیس. بله. خانم یعنی ما یه مهاجم نداشتیم مساوی کنیم. بلانکو بود. بلانکو ایوانکوویچ اومد استقلال. نه بازیکن استقلاله. آرمان هم نیمه دوم بود اتفاقا. خانم آرمان هم اومد استقلال. اون مگه آرمان اومد استقلال، رامین اومد استقلال، بلانکو اومد استقلال، مهری رفت پرسپولیس. آروم باش. ما باید بریم تجمع کنیم. یه مسکن آماده کنیم. نه آروم باش. تجمع کنیم. آروم باش. نه تجمع چیه؟ آروم بخش بدید. قش کرد شوک. وای